از این جسد پرسان میشم، بجز این زبان لال میشه، زبان خاموش میشه، از کل عضو بدن پرسان میشه. همه این عضو بدن در زبان میبین، سخن میکنم. ای چشم، بینایی دادم، آیا بر این بینایی من یک بار اقلا حرفی مرا دیده بودی؟ قرآن من گرفته بودی به دستت؟ خوش شده بودی در قرآن؟ چی بود؟ به عقل من داده در قرآن کار کردی؟ به این زبانی که ورق سخن میکردی آیا تلاوت قرآن کردی؟ به این شنوایی یگان بار امر معروف و نهی منکر و تلاوت قرآن شنیدی؟ به این پاها در راه شریعت رفتی؟ به دستات یگان خیر کردی؟ همه این از این جسد پرسان میشه. این جسد صاحب داره. امروز پاهامون در میکنه نوزنبیلا، چی میگن؟ نوشیرگیش هم پاهام در میکنه نوزنبیلا. آی پاها دست کی داده؟ صاحب این پاها کیه؟ وقتی لعنت میکنه که لعنت تماما اجازت نیست بر بنده، لعنت فقط از جانب الله باید باشه. به همین خاطر زنها زیادش سوزنده آتش جهنمند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از شب معراج بازگشت، کلی زنها گفت که ای گروه زنها، شما زیاد خیر کنید، زیرا که زبان لعنت کننده داره. لعنت فقط از جانب الله باید باشه. شیطان عزازیل لعنت کرد، او روی جنت نمیبینه. و 3 گروه زنهای هم لعنت میکنه خداوند، زنی وسوسه کننده، زنی قاشچین، زنی که کاسب قاشچینه، زنی که بر موی خود موی اضافه میکنه، زنی که بر روی خود خال میکنه. این گونه زنها الله لعنت میکنه. چه گناهی که شیطان لعنت کرد؟ وای بر حال زنی که قاش چینده داره، وای بر حال زنی که به موی خود موی اضافه میکنه، موی خود زینت میکنه، به رومال میبروید در مردای نامحرم نشان میده. وای بر حالش. خوش به حال زنی که همین دقیقه شنیدن قاش چیندن چقدر گناه. انشاءالله بعد از نماز پیشین یه دوام میتیم. بسیار یک موضوع وسیع. میگه وای خوش به حال زنی که فهمید و از همین دقیقه بس کرد، او قاشچینی دوام نداد. الله رحمان و رحیمه، او را میبخشه. وای بر حال انسانی که شنید و گفت که حالی با بس میکنم، مبادا چین دیو گفتی حالی بس میکنم، حالی نبرو ماده خداوند جان تگیری. در یک زمانی هستیم که هر لحظه هر قدم انتهامای برای ما و شما. دخترکای شوهر نکده مرده سیان، تفلکای ای قهق مرده سیان. نمیگه ای روز ایده، نمیگه ای روز چند شنبه، نمیگه تو چند ساله، نمیگه تو حالی سینه مادر مکیدستی، نمیگه که تو حالی امروز شب عروسی تا شهد پیش عروس میدرارن، حالی عروس نرسیده عروس دردی میگیره که همو خلمه برن به همو درد میمره. چیزی که نصیب بوده هوای میبینی، افسانه نیست از زندگی ما و شمایه. چیزی که نصیب بوده هست هوا میبینی. وای بر حال این زبانی که میگه حالی با پیر شوم میکنم، این سخن اون نیست، این سخن شیطان است. شیطان هر قدم هر زمان هر لحظه بنده وسوسه میکنه. ای بنده با میکنی حالی وقت داری، حال آن که بنده وقت نداره. بنده دقیقه عمرش باید به شمار باشه. دقیقه عمرت رفت، گوی الله در این دقیقه عمرم 10 دقیقه عمرم رفت. ساعت چند شد؟ میگن ساعت 1. نماز پیشین شد تا ساعت 1 چی ذکر کردی؟ یگان بار خداوند یاد کردی؟ مرگ تا یاد کردی؟ چی کار کردی در دنیا؟ برات یگان توشه تیار کرده استی؟ نه وقت رفته است، ساعت 1 شد فلان جا دیر موندم. این نفس دنیاست. نفس دنیا هر لحظه مایه بسیر خودش میکشه. هر دقیقه میخواه که ما آیو باشیم، در قیامت در گروه دوزخیا باشیم نعوذ بالله. اما خوش به حال این زبان که استغفر الله گو باشد. خوش به حال این جسد که خودش در گروه نجات یافتگان پرتاید. امروز هر عملی که الحمدلله به سوی جنت شد، تو همه عملا کردن گیر، ذکر تا زیاد کردن گیر، زنگ دلی تو پاک میشوه. میگه این جسدی که ذره گناه کنه، ذره میگه گناه کنه، مثال یک مرد نامحرم یک بار نگاه کرد، مبادا چشمش رسید چشم دریای پیش نگاه کرده، گفت که یک بار ببینیم قمرد خشک بوده، نعوذ بالله زنا شد. در دل تو ذره نقطه سیاه پیدا شد و هر لحظه که تو ذره میگه گناه میکنی، این نقطه سیاه کلان شدن میگیره، جسد تیه میگه همه خیلی احاطه میکنه. وقتی جسد احاطه سیاه شد تا ای کجا عمل میگه جنتیه کرده میتونه. و هر لحظه الحمدلله وقتی که بالای جای نماز میبیاییم، سخن با الله خود میکنیم، انشاءالله میگه گناه های انسانی ریخته میشه. میگه در حدیث خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک وقتا فصل میگه
تیرماه بود میگه ابوذر غفاری میگه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون برآمدن و میگه برگای درخت میگه در اون زمان زرد شده بود و حبیب الله صلی الله علیه و سلم درخت گرفت شاخه یا میگه تکن و در این حالت گفت چرا سوال نمیکنی ای ابوذر؟ وقتی که میگه در پاسخ در جواب گفت که چگونه که این برگ های تکان دادم درخت از شاخه برگ ها ریختن، همین از مثال نماز پنجگانه. هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعت خودش خواند، چگونه که این برگ ها از شاخش ریختن از بدن بنده میگه گناه همه خیلی میریزه. سبحان الله. این نماز بسیار یک نعمت بزرگ است، بهترین نعمتی که الله به ما و شما داد. الله میدانست که شیطان وسوسه اجازه داد، این بنده در وسوسه شیطان داده شده میشه، به خاطر این باز نماز داد که انسان به خواندن نماز انشاءالله که گناهاش میریزه. الله مهربانه. الحمدلله. این نمازهایی که میگه هی خمسون و هی خمسونه، این نمازهایی که میگه شما میخونه به اعتبار خواندن 5 وقته میگه به اعتبار پاداش، الله میگه در پاداش ما در 50 وقت نماز مینویسه. اگر نمازی که با خشوع و با خضوع باشه، سر به سجده روی و سبحان ربی الاعلی یتش در ره باشه، دیمش در زمین، سیمش با در برداشتن زم سر، این گونه نماز نزد الله قدر قیمت نداره. نمازی که در رکوع میره ای رکوع بالا نشیده در سجده میره، این نمازها خشوع و خضوع نداره. نمازی که بالای جای نماز و فکر در دیگر جای، کسی میبیا به اشارت او را بیا میگی، کسی به اشارت بشین میگی، چیزی که در فکر تو کیم چه، اون نماز نزد الله یگان قدر قیمت نداره. الله منتظری محتاج نمازی ما و شما نیست. ما این نماز ای ترس دوزخ میخونیم که الله ما را نگهبان شد و الحمدلله الله به این نماز ما را داخل بهشت نمیکنه. الله نظر به رفتار ما نمیکنه، نظر به پاکی ما میکنه. الحمدلله. انشاءالله که نماز خشوع و خضوع داشته باشه، الله مهربانه. انشاءالله وقتی که خشوع و خضوع قطعی خواندیم، این نماز برهان میشه، نور میشه، در روز قیامت دستگیری ما و شما میشه. وقتی نمازی که خشوع و خضوع نداره، یعنی که خشوع و خضوع آرامانه نباشه، به آرامیش دل نباشه، در سجده و در رکوع ما آرام نباشیم، در حالت خواندن سوره به درستی تلاوت نکنیم، به آرامی تلاوت نکنیم، این نمازها خشوع و خضوع نداشته باشه، میگه این نمازها به مانند لطپاره میشه، جایدن و میگه کله پیچ کرده بر روی انسانی زده میشه، نعوذ بالله. یا اینکه جایی ده میشینیم، یا اینکه جایی ده میشینیم به وضو، یا که جای میرویم، انسان مسلمان باید همیشه پای به طهارت باشه. او باید لباس بینماز نداشته باشه. و همیشه خیلی مادرای ما که پیرن و یا در اجازت که میشه و که اجارهشان بینماز میشه یا جای دیگرشان، اونا خیلی با لباس نمازی میپوشن، نمازشان میخونن. اما ما یا شمالی، ما برای چی لباس بینماز داریم؟ خواه در خونه باشه، خواه در دیگر جا. بسیار معرکه در میشنیم، خیلی خواهران نمازاتون خونه حسانن، بهترین متریال در تنشونه، میگه بینمازه. شرم داره زن مسلمان، پاکی از اسلامه. چگونه او پاک لباس فسانیش پوشیده میتونه، او را پاک کرده نمیتونه؟ چگونه او لباس زیباترین در بدن میپوشه، او پاک نیست، نماز نمیخونه؟ یه بار انسان خودش فکر کنه، بهترین نعمت خواندن نمازه. شخصی که نماز نمیخونه او با نجاست برابر ده. این گپ ما نیست. یه بار خودتان فکر کنه، ایزار در پیشاو درسید، نجاست درسید، یا طفل در همونجا پیشاو کرده درسید، میگه که چی شید؟ به نماز شید. همین گپی خودی بنده میگه به نماز شید. انا که فکر کنه همون به نماز برابر ده، همون پیشاو است. انسانی نماز نمیخونه و برابر با نجاست است. در دنیا بدبختترین انسان به نماز است. فرق در میان، در حدیث میگه فرق در میان، مفهوم حدیث، در میان مرد مؤمن و کافر و مشرک چیست؟ میگه به حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در پاسخ نمیگه که عرب و تاجیک و روس و امریکانس، نمیگه، میگه خواندن نماز در وقتش. هر شخص، هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعتی او میخونه، اگر او روس هم باشه، الحمدلله او مسلمان. فرق در زبان نیست. این زبان هر ملت سخن میکنه، اما هر بنده که ایمان داره، خدا به یگانگی میشناسه، حبیب الله به رسول خدا میشناسه، الحمدلله 5 وقت نماز وقت ساعت خود میخونه، او مسلمانه. اما وای بر حال انسانی که خود مسلمان هم میگه اما نماز نمیخونه، بین امروز میبیا این معرکه ده، میخزه دیگرها قد نماز میخونه، خانه میره با نماز قضایی، این گونه انسان مشرک است.
میگه گناه مشرک ای کافر زیاد است. کافر با کافر بودن خودش تصدیق میکنه در روز قیامت. وای بر حال مشرکی میگه بین مسلمانا ده من مسلمانم، بین بینمازا میرم میشینه میگه با میرم خونه ده میخونم. میگه هر بنده که یک نماز بدون عذر نداره، شیشتی میگه لباسم بینمازه او عذر نمیشه. در زن عذر در 3 وقت میشه. یکی در حالت اپیرات صدتگی نرکوز خواه، دیگر در حالت مدهوشی دیوانه، سومین در حالت عذر حیض ده. 3 حالت عذر میشه زن ده تموم. تولد حالتی که فرزند اومده نشده. اگر حالتی که تولد کردستی وقتی نمازی بامداده حالی کودک 10 دقیقه بعد حالی وای میشه تولد میشه، همون نمازی بامداده ایتا قضا میشه. هوای در روز قیامت پرسان میشنده. حالتی که سر طفل میتوه انا همون حالت عذر میشه برای زن تموم. حالی که طفل دورتره میشه و که تا همون نماز خوانی و بعد طفل تولد میشه، همون نماز پرسان میشن در روز قیامت. انا بجز همین 3-4 عمل دیگر حالت هایی که میگی من بیمارم، من میگه که نماز در حضر، در خضر، در بیماری، در جوانی، در پیری یگان چیده معوف نمیشه. یگان حالت بهانه نمیشه که من عذر دارم. که امروز پاچه در میکنه شیشته خون، حال آنکه خواندن نماز راستا فرض است. پاچه در میکنه شیشته خون، بیماری خسته نمیتونی غلیده خون. وقتی که تماما در بستری با اشاره خون. در سفری با خداوند قصر نماز گفته که قصر وایکن کوتاه کرده خونشه، اما ای نماز دور نشه. با اللهی که به تو دنیای آرام داد، اللهی که به تو نفسی به پول داد، هر دقیقه میلیاردها بار نفس میکشی، ایت کسی سوم نمیگیره. این روز بیمار میشی 10 دقیقه نیم ساعت اپیرات ساعت میگذره $، میگیرن با دست مرکز میتین، نفسی سنئی میتین. $. قطعی الله قدر مهربانه، این قدر نفس ها میکشیم هیچ کی ما پول نمیگه. وقت ساعت خود افتا میبره به ما فایده میاره، محتاو میاره میبیاره فایده میبیاره، شمال فایده خودش داره، برف فایده خودش داره، باران فایده خودش داره، همه نعمتاش برای ما ارزانی به پول داده. خود یا الله بزرگ خدمتگار ما و شما شده. با همین گونه یک الله مهربانه میگه ای بنده امروز 5 بار با من صحبت کن، من بخشنده مهربانم، کل گناهات میبخشم، میدانم که وسوسه دارد شیطان. اما ما بندگان با میشینیم کور بر این کو همین 5 دقیقه وقت میره برای خواندن نماز. 5 دقیقه در انسان الحمدلله نماز میخونه، اما به خاطر 5 دقیقه همین خودمون بهانه میکنیم دیگر و دیگر باور کنیم معرکه میریم. وقتی نماز میشه خزه خاله مادرها خواهرها خزه نماز کنه، یک خانه بزرگ 2 کس یا 3 کس نماز میخونه. به نزدیکی مهمان شدیم همون جای گفتم که بودیو نیست. کمپیرای پیرم باور میکنه، کمپیرای پیر انم خاله‌مون برای کمپیرا 6 بیان خزه نماز کنه، میگه لباس من به نماز است. در یک خانه مهمان شدیم کتیز است، در هر یک همون اتاجش عدل نوای توالت و نه خط حولی نمیبروی ای خاله این های جدا و نه خط آرد که ای بچه مال میرم میخونم. فکر کنه انسان 3 سال رفته است که نزدیک شدهستی توشه راه چیه؟ آتی نمی خاندان آمدی دست خالی نامدی؟ حتما دست ده باید یک چی باشه شرم میکنی دست خالی روی. اگر مبادا دست خالی آمدی گرچندی شرم کده میدروی حتما با زبانت بخشش میپرسی خواهر جان میبخشی کیم چی همه خیلی بهونه شدی نتونستون دست خالی آمدم. وای بر حال در روز قیامت توشه نداری چی میبرید از است؟ چی میبره انسان؟ این نعمت بهترین نعمت این نماز خواندن بهترین. اگر ما درباره نماز سالها حالی فقط ساعت سالها گپ زنیم او آخر نداره. این نعمتی هست که الله به بندش بهترین داده. الحمدلله. الهی آمین دعا میکنیم پروردگار متعال به وقت نماز که ما را رساندی، الله رب العزت ستن نماز خواندن با تو هم صحبت شدن به همه این خواهران و مادران نصیب و روزی بگردان. پروردگار شنیده هایی که ما از جانب خودت این سخنایی که به زبان ما آمد شنیدیم پروردگار عمل کردن شه بر همه ما نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت صاحبان این خاندان به هر نیتی که این دسترخوان آماده ساختن خیرهاشون از قبول بساز، مراداشون حاصل بکن. پروردگار فرزنداشون همیشه تلاوت کننده قرآن و در عقلشون فهمایش قرآن نصیب و روزی بگردان. در جسدشون پاهاشون در رفتن شریعت، دستهاشون در خیر و سخاوت، چشماشون در بینایی حرف قرآن، زبانشون در خواندن حرف قرآن، گوشهاشون در شنیدن صدای قرآن.
نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم همیشه در راه صراط المستقیم قدم زدنشون نصیب و روزی بگردان. دنیا و آخرت براشون آباد بساز. گذشتگانشون رحمت و مغفرت بکن و بازماندگانشون گفتیم همیشه در راه صراط المستقیم هدایت کن. جمعی گذشتگان این منزل این مکان، جمعی گذشتگان ششتگان این خاندان، جمعی گذشتگان این محله و جمعی گذشتگان همه ما پروردگار رحمت و مغفرت کن. بازماندگان ما الله رب العزت عاجزانه دعا میکنیم، خصوصا فرزندای ما را که ما زن مادریم عاجزیم. الله ما را در تربیت فرزند تنها مگذار. پروردگار فرزندهای ما را اول فرمان بردار خودت، بعدا فرمان بردار قرآن و فرمان بردار پدر و مادرشان بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم ما را پروردگار ایمان در قلبمون جا کن، زبانمون ذکر کننده بگردان و با ایمان در دنیا گشتن و با ایمان رحلت آخرت کردن، با ایمان سر از خاک برداشتن در روز قیامت زیر لوای لا اله الا الله. پروردگار ما بر ما هم جای عطا بگردان و ما را در روز قیامت همین گروه باز هم با هم خوردن در جنت الفردوس نصیب و روزی بگردان و با ازواج متحرک ما را همسایه بگردان و هم صحبت بگردان و از دیدار بچون و چرای خودت مشرف بساز و از شفاعت حبیبت به نصیب مگردان. الها دل ما تسلیم خود کن، همه فردی جهان مسلم خود کن. صراط المستقیم را راه ما کن، کتاب قرآن را حاکم ما کن. الها صاحب این خانه را امانش ده، برکت حیزر در مکانش ده. ما ندانیم در دل او چیز، هر چی میخواهد همانش ده. اگر میل او بود سوی بهشت جاویدانش ده. مصطفی که شفاعت بخش ماست، حوض کوثر بر کل امتانش ده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذاب قبر القيامة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين.